به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، بیایید باز از سفره قرآن غذای تازه بگیریم. بیایید روی آیه از آیه های کریمه از قرآن عظیم الشان و کتاب جلیل القدر الهی روی آیه تدبر نماییم، تفکر نماییم، روی این آیه اندیشه کنیم که قرآن برای اندیشیدن است، برای تدبر کردن است. خداوند عزوجل در سوره زخرف آیه 67 می‌فرماید: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان در آن روز، یعنی در روز قیامت، دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران. دوستان گرامی، جامعه شناسان و روانشناسان میگویند الانسان مدنی بطبعه. انسان طبیعتا مدنی است، یعنی باید در شهر با مردم، در جامعه باید زندگی کند. نمیتواند در عزلت تنها عمر بسر برد. طبیعت انسان تقاضا میکند که با دیگران باشد، داد و گرفت کند، با دیگران عمر بسر برد. سرشت انسان این را تقاضا میکند. اگر ضرورتا انسان میباید برای خود دوستان، رفیقان، همنشین های انتخاب کند، سوال اینجاست که شخص مسلمان از چه کسانی، از چه طایفه باید برای خود دوست و رفیق و همنشین و همکار انتخاب کند. قرآن عظیم الشان برای مسلمان معیار میدهد. دین مسلمان برای مسلمان در این مورد نیست، آنگونه که در همه مورد حیات ارشاد و راهنمایی کرده است، راهنمایی داده است. برای مسلمان میگوید دوستی را بر اساس ایمان و تقوا باید بنیاد کرد تا اینکه مایه حسرت و ندامت در آخرت نگردد. زیرا دوستانی که در دنیا نه به خاطر ایمان و تقوا، نه به خاطر خدا دوستی دارند، بلکه برای منفعت دنیایی در راه لهو و عبث و شهوت و هوا و هوس دوستی بنیاد کردند، رفاقتشان به خاطر این چیزهاست، روز آخرت با هم دشمن میشوند. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. نه تنها بی‌طرف بلکه دشمن میشوند، بلکه یکدیگر را لعن و نفرین میکنند. الا المتقین، مگر پرهیزگاران، مگر آن دوستانی، مگر آن رفیقانی که رفاقتشان به خاطر خدا، به خاطر عبادت، به خاطر صلاح یکدیگر بوده، مگر آن رفاقتی که در مسجد جمع شدن ها داشته، مگر آن رفاقتی که با هم انجام عبادت ها داشته. علاوه بر این که در امور دنیایی همکاری میکنند، همدستی میکنند، باز در راه صلاح نیز یکدیگر را دستگیری میکنند، یکدیگر را به خدا، به روز آخرت یادرس میکنند. دوستی که به خاطر خدا باشد باقی است، اما آن دوستی ها، آن رفاقت ها که به خاطر دنیاست، سببش منفعت دنیایی، سببش نفعی در این حیات از امور تجارت و زراعت و غیره باشد، با قطع شدن اسباب آن دوستی نیز قطع میگردد. آخرت که دیگر اسباب دنیایی قطع می شود، تجارت و زراعت و مال و ماشین و جاه و منصب که قطع می شود، از بین می رود. آن دوستی هایی که به خاطر این چیزها بوده، آن دوستی نیز قطع می گردد، بلکه آن دوست ها به دشمن تبدیل می یابند و یک دیگر را لعنت و نفرین می کنند که این بلا و مصیبتی که امروز ما گرفتار شدیم از پشت تو بوده. تو بودی که ما را به این راه بردی، منصبی تو بود، مالی تو بود، جاهی تو بود. این دوستی و رفاقت تو سبب شد که من به این مصیبت ها گرفتار شدم. الا المتقین، الا المتقین یعنی مگر پرهیزگاران که در آن روز بلکه یکدیگر را تشکر میگویند، از یکدیگر اظهار منت داری میکنند که چون تو دوست مرا به راه طاعت آوردی، مرا به خدا و آخرت و به اجر و ثواب و به روز حساب یادرس نمودی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بنابراین شخص مسلمان میباید رفیق خود را، همکار خود را، دوست خود را از کسان صالح انتخاب کند. البته با کسانی که از خدا غافلند، از راه دین و شریعت و عبادت دورند، دوستی نمودن من نیست، خاصتا برای کسی که میتواند به آنها تأثیر رساند. اما اینجا صحبت از همنشینی و دوستی و تأثیر پذیری می رود. انسان با کسانی باید خودش را افکند، در جمع خودش را همراه سازد که او را به خدا نزدیکتر می سازند، او را در عبادت تشجیع و ترغیب و شوقمند می سازند.
کسانی که از لهو و هوا و هوس، از راه شهوت و از راه معصیت دورند. با این نفرها همراه شود تا از آنها تأثیر پذیرد، تا به آنها مانند شود. اما گونه که العارف بالله ابن عطا الله سکندری میگوید: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. با کسی دوستی مکن، هم نشینی مکن که حال او، زبانی حال او، حال تو را بهبودی نبخشد، ایمانی تو را تقویت ندهد. ولا يدلك على الله مقاله، و سخن او تو را به سوی خدا دلالت نکند، راهنمایی نکند. اگر چون این شخص نباشد، با او دوستی و رفاقت و همنشینی مکن. خود را با کسانی دوست و رفیق ساز که حال او حال تو را بهبودی بخشد، ایمان تو را تقویت دهد. و چون در سخن درآید، حرفی گوید، حرفش تو را به خدا نزدیک سازد، به ذکر تو را وادار کند، به عبادت یادرس کند، دست تو را گیرد و به خدا تو را نزدیک کند که سعادتی ابدی است و راحتی سرمدی است. این گونه دوست برای خود انتخاب کن گفته. این معنای قرآنی در احادیث نیز آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند: مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل بائع المسك و نافخ الکیر. داستانی یا مثلی هم نشینی نیک و هم نشینی بد مانند مشک فروش و آهنگر است. مشک فروش یا برای تو مشک هدیه می کند و یا از او مشک می خری، و یا علی الاقل در پهلوی او اگر نشینی، با او دوستی و رفاقت و هم نشینی کنی، از بوی خوشش بهره مند می گردی. به یک وجهه، به یک طرزه، به یک شکل از او بهره خوبی میگیری. اینجا مراد از بوی خوش مشک خصلت نیکی است که انسان از دوستش می آموزد، سخن خوبی است که از دوستش می شنود. دوستی بد باشد مثل آهنگر است، یا لخچه از او به لباس تو می رسد که سیاه می شود، و یا بوی ناخوش آن آتش و اون آهن و آهنگری او به تو می رسد. بنابراین انسان می باید با اهل مشک باشد تا مشکین شود، خوشبو شود. و قرآن این را یادرس کرده در این آیه کریمه و هشدار داده که دوستی بر اساس تقوا و پرهیزگاری باشد، چون که این گونه دوستی است که تا قیامت، تا روز آخرت پایدار است. اما بقیه دوستی ها که به خاطر دنیا و اسباب آن شهوت و راحت و لذت های این دنیاست قطع می گردد، بلکه آن دوستان، آن رفیق ها با هم دشمن می شوند.